أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب کراهت النفخ فی الشراب، یعنی باب در مسئله مکروه بودنی پوف کردن در نوشاکی، در هر چیزی که میخوای بنوشی اون را پوف کرده خوردنش مکروه هست. در این باره اکنون امام نووی رحمه الله برامون دو حدیث تقدیم میکند. حدیث اولش حدیث ریاض الصالحین 764 عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم نهى عن النفخ فی الشراب، یعنی که از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است هرون پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهى عن النفخ فی الشراب، یعنی باز داشت، منع کرد از پوف کردن در نوشاکی، در چیزهای نوشیدنی پوف کردن پیغمبر میگه منع کرد. فقال رجل، پس مرد گفت، پس مرد سوال کرد که القضاة اراها فی الاناء، گفت قضا را، یعنی که یگون خس است، یگون خشک است، یگون چیزی در بالای اینا میبینم، مثلا وقتی که میخوام از یک چیز آب بنوشم در بالاش یگون خس است یا خشک است یا خلاصه یگون برگ است یگون چیزی است، این را چیکار کنم؟ فقال احرقها، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پس گفت که احرقها، یعنی او را بریزش، یعنی پوفش نگو، وقتی که بریزی چیز خشک است میریزد کو، ولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم احرقها یعنی بریزش همون خاص خشکش اول بریزه برود بعد بونوش. قال اینی لا اروى من نفس واحدین، گفت، میگه اون مرد گفت که اینی لا اروى من نفس واحدین، من گفت با سری آب رو نمی نوشم با یک نفس، یعنی وقتی که آب نوشیدنی که میشم با یک نفس یک جایه سیراب نمیشم. قال فابن القدح اذن انفیک، فابن القدح اذن انفیک، یعنی پس ابین یعنی که جدا کن، دور کن، قدح رو یعنی که همون ظرف آب نوشی رو، اذن انفیک پس در این هنگام از نفست دورش کن، یعنی که وقتی که نوشیدنی که میشه، وقتی نفس گرفتنی که میشه پس چیکارش کن، یعنی که همون رو از نفس دور بکن، از پیش تو نفس بگی با گرفتن نوشیدن بگی. فهمو این مرد یعنی گفت که یعنی که لا اروى من نفس واحدین، یعنی اون نفسی که من دارم میخوام اگر که بخوام که نفس نگیرم سیراب نمیشم، چیکار کنم؟ بعد پیغمبر گفت که بله همون را مثلا تا نفست گرفتن مینوشی، نفس گرفت بگم همون ظرف رو، همون کاسه یا که همون چیزی آب نوشک رو از دهنت یعنی میکنی، نفس میگیری با دویم بار نوشیدن شروع میکنی. فهمو؟ رواه ترمذی و قال حدیث حسن صحیح، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و گفتگی است که حدیث حسن و صحیح می باشد. خب این یکم حدیث این باب. حدیث دیوم این باب حدیث 765 و عن ابن عباس رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه و سلم نهى ان یتنفس فی الاناء، از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز داشت، منع کرد ان یتنفس فی الاناء، این که نفس کشیده شود در اینا، یعنی در داخل همون ظرف آبخوری نفس کشیدن پیغمبر میگه باز داشت، منع کرد، یعنی پوف کردن و نفس گرفتن را. او ینفخ فیه، یا که پوف کند در داخل ظرف. رواه ترمذی و قال حدیث حسن صحیح، و گفته این حدیث را امام ترمذی روایت کرده و گفته که حدیث صحیح و حسن و صحیح می باشد، یعنی که پیغمبر در این حدیث هم نفس گرفتن داخلی ظرف آب نوشی را منع کرد، هم پوف کردنش منع کرد، هر دوشه یک جا در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم معنیش کرد. خب این باب با آخر رسید. باب نو ده میگذاریم. باب نو میگه باب بیان جواز شرب قائما، یعنی باب در مسئله بیان جایز بودن نوشیدن در حالت راستا، که اگه انسان آب را بنوشد راست بنوشد، جایز است.
و بیان ان الاکمل و الافضل الشرب قاعدا. و همچنین میگه در زیر این بابا بیان میکنیم که کاملتر و افضلتر همین است که باید نوشیدن قاعدا باشد، در حالتی نشسته. انسان آبنوش نشسته بنوشد، این بهتر و خوبتر می باشد. اما اگر چختم آب بنوشد مشکل ندارد. خب اکنون میگوید که فیه حدیث کبشت سابق. در این باره میگه حدیثی کبشه که پیشتر گرفتیمش. در کدام باب گرفتیمش؟ حدیثی کبشه لبای ایوه امی ثابت. امی ثابت، بله. خب انا همون حدیثی امی ثابت کبشه در همین حدیث میگه گذشت. در اون حدیث گفته بود که پیغمبر اومد راستا آب نوشید، نه؟ انا همون رو میگوید. پس میگه یعنی که این موضوع در یکم حدیثش گذشت، فهمو؟ یکم حدیثش گذشت. اما اکنون با چند حدیث دیگر جداگانه میارد. خب حدیث 766 و عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت سقیت النبی صلی الله علیه و سلم من زمزم فشرب و هو قائم. سقیت النبی یعنی آب دادم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، من زمزم از آب زمزم، یعنی از آب زمزم گرفته به پیغمبر دادم. فشرب و هو قائم، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم آب زمزم نوشید در حالی که پیغمبر نشسته قائم بود، چخت بود. و هو قائم در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم راستا بود، آب زمزم رو نوشید. این حدیث متفق علیه. بعد از این حدیث 767 و عن النزال ابن صبره قال، یعنی که از نزال ابن صبره رضی الله عنه روایت است که گفت اتى علی رضی الله عنه باب رحبتی فشرب قائما و قال، میگه آمد حضرت علی رضی الله عنه در نزد دری رحبه، این در کوفه است. خلاصه در همین جا آمد، میگه باب رحبه، میگه که حضرت علی آمد و فشرب قائما، پس حضرت علی میگه آب رو نوشید در حال راستا بودنش، چخت حضرت علی آب نوشید. و قال، و حضرت علی میگه گفت که اینی رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فعل کما رأیتمونی فعلتو، گفت هر آینه من دیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو که انجام داد، کما رأیتمونی فعلتو، چطوری که شما دیدید که من انجام دادم. عیناً میگه همین کاری من رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام دادش. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری روایت کرده است. یعنی این حدیث دلالت میکند که یعنی که راستا نوشیدن چی است؟ جایز است، درست است. خب بعد از این حدیث 678 و عن 768 و عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت كنا نأكل على عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحن نمشی، میگه بودیم ما میخوردیم در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم و نحن نمشی و واو حالیه است، یعنی در حالی که ما میرفتیم، در حال راهگردی بودیم، یعنی خورده میرفتیم، خورده راه میگشتیم. در زمان پیغمبر میگه ما همین کارا میکردیم. و نشربو و نحن قیامون، میگه و ما می نوشیدیم همچنین آب را و نحن قیامون، و در حالی که ما راست بودیم، چخت بودیم، یعنی چختکی هم همچنین آب را می نوشیدیم. رواه ترمذی، و این حدیث را امام ترمذی روایت کرده که و قال حدیث حسن صحیح، و گفتگی است که حدیثی حسن و صحیح می باشد. خب بعد از این حدیث 769 و عن عمر بن شعیب عن ابیه عن جده رضی الله عنه قال، یعنی که از عمر بن شعیب از پدرش از بابیش رضی الله عنه روایت کرده، میگوید که رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یشرب قائما و قاعدا، میگوید که دیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که می نوشید راستا و نشسته، راستا و نشسته می نوشید، یعنی گاه پیغمبر راست می نوشید و گاه
پیغمبر نشسته آب می نوشید. یعنی در دو حالت میگه من پیغمبر رو دیده ام. خب رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده و قال حدیث حسن صحیح، و امام ترمذی گفته است که این حدیث حسن و صحیح می باشد. بعد از این حدیث 770 و عن انس رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه و سلم، یعنی که از حضرت انس رضی الله عنه روایت است، هر آن پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی از پیغمبر روایت کرده میگوید که انه نهى ان یشرب الرجل قائما، یعنی هر آن میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز داشته است، نها من کرده است، ان یشرب الرجل قائما. اینجا مقصد از رجل یعنی مرد تنانه، این که بنوشد انسان، یعنی مرد و زن فرق ندارد، مرد و زن بنوشد قائما یعنی که راستا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه راستا نوشیدن من کرد، باز داشت. قال قتاده تو، پس قتاده میگه گفت فقلنا لانس، پس قتاده میگه که پس گفتیم ما انس را، فالاکلو، پس خوردن چی؟ یعنی پیغمبر نوشیدن را راستا منع کردگی باشد، پس خوردن چی؟ قال ذلك اشر او اخبثو، پس میگه حضرت انس گفت که آن یعنی که خوردن راستا اشر است، یعنی بدتر است، او اخبثو یکی بیزیبتر و خبیثتر است، یعنی بدتر است از نوشیدن دیده. یعنی وقتی نوشیدن منع باشد، به طریق اولا گفت خوردن چی است؟ منع است. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است. خب این حدیث اکنون معنیش کرد. اون 3-4 حدیث در بالا گرفتیم، اونها همه جایزش میدونید. اکنون این حدیث معنیش کرد. و فی روایت له، و در یک روایت دیگری آمدگی است ان النبی صلی الله علیه و سلم زجر عن الشرب قائما، میگد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کرده است از نوشیدن در حالت راستا بودن. و همچنین میگه روایت دیگر هم داریم که پیغمبر منع کرده است. خب خلاصه این دو روایت که منع است. خب بعد از این حدیث 771 و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که لا یشربن احد منکم قائما، یعنی باید که ننوشد کسی از شما قائما، یعنی در حالت راستا بودن، در حالت چخت بودن کدامی از شما ننوشد. فمن نسی فلیستقی، پس هر کسی که فراموش کرد، یعنی فراموشان اگر راستا خورد، فلیستقی، پس باید قی کند خوردگیش رو باید برگرداند. فهمو؟ پس این حدیث با زجر و وزمین تر کرد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. خب اکنون خلاصه این حدیث هایی که گرفتیم، مثلا 4-5 تا حدیث اول چخت نوشیدن اجازت داد و 2-3 حدیث آخر اجازت نداد. پس این را با جمعش همون موضوع باب است. فهمو؟ باب در گذاشت که باب بیان جواز شرب قائما، یعنی جایز است چخت راست نوشیدن، و اما بهتر و خوبتر است که نشسته بنوشیم. فهمو؟ پس خوب است به خاطر آن میگیم یا که جایز است نوشیدن به خاطر اون حدیث های 4-5 تا حدیث اول، اما افضل نشسته نوشیدن است 3 حدیث اخیرش. فهمو؟ همین دلیل قطعی، یعنی بعد بین این حدیث ها جمع کرده هستند. فهمو؟ حدیث هایی که معنی میکند، حدیث هایی که اجازت میتید، پس در همین خلاصه آمدن که جایز است چخت نوشیدن اما نشستن افضل است. خب این حدیث ها، این باب هم همچنین به آخر رسید. بعد از این باب 9 میگذره، میگه که باب استحباب کون ساق القوم آخرهم شربا، باب در مسئله مستحب بودنی آب دهنده قوم آخرشان باشد از روی نوشیدن. یعنی کسی که آب را تقسیم کرده سایکو خودش اول ننوشد، اول همه را بتید، بعد در اخیر خودش بخورد، خودش بنوشد. ساق القوم
همون آب دهنده، کسی که مردم آب ریخته است. با اصطلاح امروز بگیم چای ریزک. کسی که چای میریزد برای مردم باید خودش در آخر بگیرد، خودش در آخر بنوشد و باید برای مردم تقسیم کند. خب این باب در همین مسئله است. خب حدیث نگاه میکنیم که یک حدیث آوردگی است، میگوید که انا ابی قتاده رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی یک حدیث در زیر این باب، اما حدیث 772 از ابی قتاده رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفت ساق القوم آخرهم، یعنی شربا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه گفت که آب دهنده قوم باید آخرشان باشد، یعنی شربن، یعنی از روی نوشیدن، یعنی از روی یعنی نوشندهشان آخرش باشد، یعنی برای همه بریزد بتید آب رو و در آخر خودش بعد بنوشد. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده و قال حدیث حسن صحیح، و گفتگی است که حدیث حسن و صحیح می باشد. خب این باب هم به همین با آخر رسید. بعد از این یک باب دیگر می آورد که نام طولانی دارد، باب جواز شرب من جمیع الاواني الطاهره غیر الذهب والفضه. خب باب در مسئله نوشیدنی از تمام ظرفایی که پاک هستند غیر طلا و نقره و جایز بودن دیگر، یعنی که موضوع باب طولانی که هست، در این مسئله انشاءالله درس آینده صحبت خواهیم کرد که چند حدیثات در این باره می آورد که از ظرفایی که پاک هستند نوشیدن، استفاده بردنش در زندگی جایز است، اما از طلا باشد و نقره باشد جایز نمی باشد، برای نوشیدن و برای استعمال خانه جایز نمی باشد. خب این است درس امروزمون. پس درس امروز را در همینجا به آخر میرسونیم و این باب رو انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و تو درس آینده الله حافظ و مددگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.